دلم زمزمه آهویی دارم خوشگله فرار کرده ز دستم فروش برایم مشکله کاش که اون رو میبستم کاش که اون رو میبستم ببین به من لبخند نزن. ببخشید این تجربه منو بگیرین. واقعا بچه چیکار میکنین؟ سلام چطوری شما چطوری تو ما؟ خب ما اینجا سلام علیکم نداریم. ببینید من توی جرایت خوندم و سوالمون خیلی سریع شروع میکنیم. میگم موسیقی زیرزمینی داره روزمینی داریم؟ اصلا موسیقی زیرزمینی داریم؟ بله که داریم، خوبم داریم، خیلی هم داریم. معضل موسیقی ما همین موسیقی زیرزمینه به خاطر که به افق نگاه نمیکنن. افق؟ بعد نوک چششون رو نگاه میکنن. بعد ببخشید من خودم شنیدم که شما زیر زمین بودی یا؟ من فقط 3 تا پله زیر بودم، بعد آفتابگیر بود، هوا خیلی خوب بود، اصلا مشکل نبود. بعد رهن کرده بودین یا رهن اجاره با هم بود؟ موزیکو میگم. موزیکو میگین. خب بعد الان مگه ما موسیقی زیر پله‌ای 3 پله‌ای و اینا داریم؟ 3 پله زیر زمین داریم واقعا؟ داریم. چه جالب. یعنی الان ما اصلا زیر زمینی میخونیم بعدیم اخی هستیم داشه گلم چه آخه به هر حال قبول کن که عزیزم شما یه ذره بی خط و ربط و اینا میخونید. ما بی خط و ربط میخونیم. آره. من درست نمیخونیم ایشون درست میخونه ما ازیون میخونیم. الان میخوام بعدش که همینجا بنویسم بخونم. خب اگه میخوام بفرمایید ببینم شما الان خط و ربط چیکار میکنید؟ ببین چی نوشتم واسه حرفی که ما میزنیم حرف دل اگه جا تیرست و رنگ گله مثل ما رو پله میری بالا نیش میخوری لیز مثل ما رو پله میری بالا نیش میخوری لیز اگه میترسی گوش نده جیز ببین به من لبخند نزن. ببخشید قربان بچه‌ها منو جوگیر نکنین من اصلا وارد این مسائل نمیشم. شما صحبتی دارین؟ بله گفتم داشتم همین رو میگفتم. این موسیقی همش موسیقی دانلودیه. این دانلود ما رو بیچاره کردن. انقدر ما رو دانلود کردن سر همین ماجرا یه دستی برای دوربین بالامون تکون بدین. به قربون قد بالا کیفیت. ببین دوربین ما اصلا دانلودی نیست. خب دوستان با هم دوست باشین خیلی به هم بد و بیرا اینا نگیم. آخه اینا این کاری نیستن که اینا فقط میرن اینور میخونن کنسرت میخونن پولشو در میارن. اینا زجرش مال ما داشت من با بچه کف خیابون هستی. بگو ببینم چند تو کی نه تو خوبی تو کی اصلا تو پد گرفتی تو خوبی اصلا تو چی میخونی اصلا بگو چی میشناسه. دوستان دعوا نکنین. شما گویا ایشون الان قبل برنامه من گفتن شما هزیون خونین. هزیون داریم داری اصلا اینا بگو اصلا چی میتونی بخونی بخون ببینم چی میخونی. الان واسه بخونم چند الان بخونم من واسه الان میخونم. مگه بهت نگفته بودم بی تو جیب من میشه داغون و پاره حالا کل پول من توی جیبم تو داره دیگه جون نداره پاهم. بشین آقا جون نداره پاهات الان میافتیم سر صورت ما قربونتون برم. بچه‌ها یه خودتون گره خوردم تو هم گرفتم. خب شما چیزی شما بده. هر کی بده با هیچ کی خب بد باشه چی کار کنم من که نمیتونم کاری براش بکنم. بیا با من خوب باش من با تو خوبم. اونجا یه نوره اونجا دوربینه اینجا دیواره اینجا ماهیه. تموم شد؟ باید تاش اینجوری بشه. خب الان دیگه بحث دیگه ای با هم نداریم؟ نه یه صفحه باحال میخونم. آشنا دارم بیارتت بالا. میخوایم چیز کنیم دو صدای با هم بخونیم. میریم با هم خوش اومد. الان اجازه بدین یه لحظه ببخشید مثل شما به هم جوش خوردین. آره جوش خوردین؟ یعنی الان ما هم خوب خب یعنی الان خب باشه پس یه لحظه بزنین من این فضا که نمیشه مردم یه بخشی ببینین من با این زیرزمینی و روزمینی یه گپی بزنم. میگم یه برنامه بریزیم با هم که برنامه خوب تموم شه. موافقی؟ برنامه خوب بدیم الان برات. موافقی یا نه؟ بگیم ما چه دقیقه‌ای هستیم.